نگم براتون که این ترکیب گلاب و کندر چه گنجیه. یه نسخه قدیمی و طلایی برای پوست‌های خسته افتاده و بیجانه. کندر با خاصیت سفت کنندگی، ضد چروک و کلاژن سازیش به پوست جون دوباره میده. گلاب هم که آرام بخشه، ضد التهابه و پوستو مثل مخمل نرم و شفاف میکنه. تونر گلاب و کندر رو درست کن، روزی 2 بار روی پوستت اسپری کن، معجزش رو میبینی. این تونر مخصوص کساییه که شلی پوست دارن. یه قاشق غذاخوری کندر سفید خوراکی رو توی یه لیوان گلاب 24 ساعت بخوابونید. بعد از صافی رد کنید. یه مایع سفید رنگی به دست میاد. کندرهایی که حل نشده رو بکوبید و دوباره از صافی رد کنید. روزی 1 الی 2 بار روی پوست تمیز اسپری کنید و بذارید خوب جذب بشه. این تونر یه تونر طبیعی، خنک کننده، سفت کننده و جوانسازه بدون هیچ گونه مواد شیمیایی. اگر از اکسپلور منو میبینی فالو یادت نره. این تونر رو سیو کن که حتما درستش کنی. راستی یادت باشه برای دوستاتم بفرستی.